سلام دوستان، از شرکت ایمکسپورت در خدمتتون هستم تا ثبت شرکت در کشور لیتوانی رو براتون توضیح بدم. کشور لیتوانی یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا است و شما با ثبت شرکت در لیتوانی میتونید تجارتتون رو به تمام کشورهای اتحادیه اروپا توسعه بدید. همچنین شما میتونید واردات و صادرات رو به صورت کاملا حرفه‌ای در کشورهای اروپایی انجام بدید. دست آخر هم شما میتونید اقامت اروپاتون رو از طریق ثبت شرکت در لیتوانی دریافت کنید. به این طریق شما میتونید تو تمام کشورهای حوزه شینگن رفت آمد کنید. شرکتی که شما میتونید تو کشور لیتوانی ثبت کنید شرکت UAB یا همان LLC معروف است. برای ثبت شرکت شما باید 5 مورد زیر رو در نظر بگیرید که میتونید تو اسلاید مشاهده کنید. در اسلایدهای بعدی به تفصیل هر کدوم را توضیح خواهیم داد. آدرس معتبر. شما برای آدرس 3 حالت پیش رو دارید. یکی اینکه از آدرس‌های مجازی که ما در اختیارتون قرار میدیم استفاده کنید که این جزء پکیج قیمتی ما هست و شما لازم نیست هیچ گونه کاری انجام دهید. شما میتونید بخشی از دفتر ما در لیتوانی رو اجاره کنید به صورت یک میز و منشی که در اختیارتون هست. شما از این آدرس میتونید برای دریافت بسته‌هاتون استفاده کنید و بابت اون ماهی 100 یورو به ما پرداخت خواهید کرد. و گزینه سوم هم اینه که شما یک دفتر کاملا مجزا برای فعالیت اقتصادی خودتون اجاره کنید که خب شامل پرداخت اجاره، مالیات و همچنین کمیسیون بنگاه برای اجاره دفتر خواهد بود. برای سرمایه شرکت اگر شما میخواهید با یک نفر این کار رو انجام بدید و میخواهید بعداً برای یک نفر فقط از روی این شرکت اقامت دریافت کنید، باید 3000 یورو سرمایه در نظر بگیرید. ولی اگه میخواید این کار رو برای بیشتر از یک نفر انجام بدید، باید با سرمایه تقریبا 30,000 یورو شرکت شما ثبت بشه. برای سهامداران شما باید تمام سهامداران و قدر سهم هر کدوم رو مشخص کنید و مدارک کپی پاسپورت، آدرس هر کدوم رو به ما اعلام کنید. همچنین شما مدیرعامل و نام شرکتتون رو انتخاب کرده باشید. در مورد زمان مورد نیاز برای ثبت شرکت در لیتوانی هم 1 ماه رو تقریبا در نظر بگیرید. حالا ممکنه یک کم بیشتر و یک کم کمتر باشه ولی حدوداً 1 ماهه. برای حضور شما هم در لیتوانی 2 حالت وجود داره. اگر شما محدودیت این رو ندارید که ویزای شینگن دریافت کنید و داخل اروپا بشید، خب پروسه مطمئنا سریعتر انجام خواهد شد. ولی اگر این محدودیت رو دارید، ما میتونیم تمام اقدامات رو از طریق پست DHL براتون انجام بدیم و شما بدون نیاز به حضور در اروپا میتونید شرکتتون رو ثبت کنید و از مزایای آن بهره مند بشید. شما بعد از ثبت شرکت میتونید کد اقتصادیتون رو دریافت کنید تا به واردات و صادرات بپردازید، یا اینکه بعد از 6 ماه شما میتونید برای دریافت اقامت لیتوانی و در واقع دریافت اقامت اروپا کاملا واجد شرایط بشید. همچنین شما میتونید یه افتتاح حساب بانکی داشته باشید برای شرکتتون که بتونید نقل و انتقالات مالیتون انجام بدید. برای توضیحات بیشتر میتونید به وبسایت ما imexport.com مراجعه کنید یا اینکه با شماره‌های زیر تماس بگیرید تا هر گونه پرسش و سوال شما رو پاسخ بدیم. ممنون از اینکه وقت گذاشتید. خدا نگهدار.